هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحیم. قصه جوانی که در طاعت و عبادت مشغول بود ولی عاقبتش بسیار بد بود. الله متعال همه ما و شما را نگهدار باشد و هدایت به صراط المستقیم کند و اعمال ما را به درگاهش قبول کند. منصور ابن عمار میگوید من دوستی داشتم که بسیار گناهگار بود، سپس توبه کرد. من او را از اهل عبادت و اهل تهجد و پرهیزگار میدیدم و روزهای گذشت او را ندیدم. از او پرسان شدم، گفتند او بیمار است. به خانه اش رفتم، در را کوبیدم. دخترش برآمد، گفت چی کسی هستی، چی میخواهی؟ گفتم به پدرت بگو منصور ابن عمار به نزدت آمده است. برایم اجازت دادند. در آمدم دیدم رفیقم در بین خانه خوابیده است. رویش سیاه گشته، چشمانش گریان و لبانش خشک شده بود. از وضعی که داشت دیدم ترسیدم. او من را دید. به او گفتم ای برادرم، کلمه لا اله الا الله را بسیار بگو، لا اله الا الله بگو. با غضب به من نگریست، سپس بیهوش شد. به هوش آمد. دوباره به او گفتم ای برادر، کلمه لا اله الا الله را بگو. چند مرتبه چنین گفتم. گفت ای برادرم منصور، من این کلمه را گفتن نمیتوانم، زبانم نمیگردد. از این کلمه من دور شدم، گفتن نمیتوانم. گفتم لا حول ولا قوة الا بالله. ای برادر، آن روزه ها و آن نمازها و تهجد ها و شب زنده‌داری ها کجا شدند؟ گفت تمام آن اعمال را برای خودنمایی کردم، از برای الله نکردم و توبه من دروغین بود. کارهای نیک را میکردم تا مردم من را به خوبی یاد کنند. وقتی تنهایی و در خلوت می شدم درها را بند می کردم، شراب می نوشیدم و گناهان را در مقابل پروردگارم انجام می دادم و مدتی بر این حال بودم تا اینکه به بیماری مبتلا شدم و نزدیک بود که بمیرم. به دخترم گفتم قرآن را به دستم بده و من را به بین خانه ببر. من را به بین خانه بردند. قرآن خواندم و گفتم پروردگارا به خاطر این سخنهایت من را شفا بده و من عهد میکنم که دوباره به گناهم بر نگردم. پروردگارا من را شفا بده، دوباره به گناه باز نخواهم گشت. الله متعال نیز من را شفا داد. وقتی بهبود یافتم دوباره بر گناهانم باز گشتم و شیطان عهد و پیمانم را به فراموشی انداخت و مدتی بر همین حال گناه می کردم. به پروردگار آسمان ها و زمین عهد و پیمان خود را فراموش کردم. با پروردگارم جنگ می کردم تا اینکه دوباره به شدت بیمار شدم، قریب بود که بمیرم. به اهلم گفتم من را به بین خانه ببرید و قرآن را برام بیاورید. باز قرآن خواندم و از الله متعال دعا کردم مثل بار اول، الله من را شفا بده. و به الله متعال عهد بستم که دوباره به گناهم باز نگردم، ولی بازگشتم و باز گناه کردم و خود را به فراموشی و غفلت زدم. باری سوم به بیماری گرفتار شدم که الان میبینی. به اهلم گفتم تا من را به بین خانه ببرند و مثل همیشگی به من قرآن بدهند. وقتی قرآن را این بار کشادم هیچ حرفی را از قرآن ندیدم. وقتی قرآن را کشادم دیگر حرفی از قرآن را نمیدیدم. پس دانستم که پروردگار آسمان ها و زمین بر من غضب کرده است. پروردگار به من خشم کرده است. چقدر به او عهد دادم و توبه کردم
و در توبه ام دروغ گفتم. چقدر و چقدر به من فرصت داد که توبه کنم. پس سرم را با آسمان بلند کردم و گفتم ای پروردگار آسمان ها و زمین، مشکلم را گشایش ده، من را شفا بده. شنیدم گویا صدای از آسمان می گفت از گناهان توبه می کنی وقتی بیمار شدی و به گناهان باز می گردی وقتی شفا یافتی؟ چقدر سختی هایی بود که تو را از آن نجات داد و چقدر مشکلاتت را برطرف کرد. آیا نمی ترسی که مرگ به سراغت بیاید و در حالی که تو بر گناهان وارد شدی؟ آیا نمی ترسی که مرگ به سراغت بیاید و در حالی که تو بر گناهان وارد شدی؟ منصور ابن عمار می گوید به خدا قسم از نزدش برآمدم چشمانم اشکبار شده بود، یعنی گریان شدم، تا اینکه به در نرسیدم گفتن او مرد. انا لله و انا الیه راجعون. شنونده محترم، این قصه نیست بلکه این درس است برای من و تو. الله متعال ما را به صراط المستقیم هدایت کند و توفیق را رفیقمان گرداند و عاقبت ما را بخیر کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.